افغانستان پخوا د چارواکو کورو. څه معنا؟ که به د چارواکو څوک خوښ و په افغانستان کې وخت تېرولی سوی، که به یې نه و خوښ وقت نه سوی تېرولی. دیروز افغانستان خانه مسئولین حکومت می بود. اگر کس با مسئولین و با حکومت جور می بود او در افغانستان زندگی کرده می تانست، اگر نمی بود نمی تانست. ولی امروز افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. اگر با حکومت جور باشه یا جور نباشه، حکومتش خوش می آید یا نمی آید، ولی با خانه و با تجارت و با باغچه و با باغ و با قریه و با ولایت و با ولسوالی رفتن و آمدن، زندگی کردن، تجارت کردن هیچ مشکلی ندارد. اینمی یک تحول خیلی کلان. شما در جریان هستی که 25 سال پیش 24 سال پیش در 2001 وقتی که امریکا و متحدینشان سر افغانستان حمله کرد، او وقت یک طالب، یک مجاهد، یک عضو امارت اسلامی افغانستان حتی حق زندگی را نداشت. یا بنده می شد، به پولچرخی و به باگرام و به گوانتانامو انتقال می شد، یا شهید می شد، یا مجبوراً از کشور خود هجرت می کرد و یا به کوها بالا می شد. 4 سال پیش که تحول آمد شما دیدی از رئیس جمهور حکومت سابق تا ادنا مامور همه در کابل بود. در شهر بزرگ 7 میلیونی کابل یک قطره خون ریخته نشد. امنیت همه ساکنین گرفته شد. تا امروز کسانی که سر اجساد شهدای ما با اجساد در داده بود، اجساد شهدا پشت موتر کش میکرد و هم امروز آزاد زندگی داره. این همی است اخلاق اسلامی، این همی است اطاعت از اوامر امیر خود که عفو عمومی اعلان شد، هر چی عفو شد، هر کس از هر غم خلاص شد.